صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را که دگر مادر گیتی چو تو پسند بزاید سلامات با کسب اجازه از حاکم و بزرگترا در اجرای نقالی لطفا صلوات نفرستیم، چون نقالی تئاتر تک نفره است. اونایی که در این گود مقدس قدم گذاشتن، آقای میرزا علی و همچنین استاد بزرگوار همچنین اساسی، مخصوصا استاد بزرگوار جناب آقای آجالا بیگی در این رشته های سنتی بسیار زحمت کشیده، زخم زبون‌ها شنیده، استادش حرفایی زدن و ایشون کار خودش کرد. نظر به اینکه وقتی یه بوده کمه، منم امشب چون به من گفتن و الله امشب جای این داستان نیست، میخوام این داستان بیژن منیژه براتون بگم که این داستان من کم گفتم همه جا. بیژن منیژه با بیژن منیژه‌ای که حالا اجازه بدید از همینجا شروع کنیم. به نام خدا و خیر منظم به کلیه عزیزان، محققین، پژوهشگران، دانشمندان، اهل ادب، اهل قلم، کسانی که به فرهنگ این کشور و سنت زیبای این کشور خدمت میکنن، این وقت شب میان میشینن اینجا ببینن کلاس تورنابازی چیه، چرا میگن تورنا، این تورنا ریشش از کجا آمده، چرا میگن تورنا. در ارواح پدرم مخ من تکون خورد تا ریشش رو پیدا کردم که اسم این تورنا اول چی بوده، ولی براتون خدمتتون عرض میکنم. این یک دو، چون وقت نیست من 2 تا شعر براتون میخونم میرم سر داستان، اما برای سلامتی خودتون و خدمتگزاران فرهنگ این کشور و همه جوان مردا که برای فرهنگ این کشور واقعا زحمت میکشن، هر که زبانش دگر و دل دگر، تاق به باید زدنش بر جگر. هر کی افتخار میکنه ایرانیه، ارق ایرانی داره، یه دست بزنه دم در صداش بده. خیلی ممنون. در این تالار انتظار جناب خاتمی نشسته بود با چند نفر دیگه. این البته سرسرونه براتون میگم. یه روز به من گفت ترابی، گفتم بله. گفت داستان مرگ سهراب رو بزن. گفتم حاجی من رو سهراب تعصب دارم. گفت نه بگو. آقای حبیبی گفت راست میگه بگو. گفتم من نمیتونم سهراب بزنم اینجا. هر کاری کردن بالاخره ما رو وادار کردن، رفتن خنجر و بساط و نخونه آوردن، دست ما را برای خنجر تمورس دیبن بکوبی پهلوی سهراب، خورد تو پهلو خودم. در موقع اجرا خون داره میره، من با پا اشاره کردم گفتم کارت بگیر با دور، بذار کار طبیعی بشه. چرا ما ایرانی‌ها فرهنگمون براش ارزش قائلیم؟ علت داره. حالا لطف کنین با این سینه خورد و با این حال خورد من این داستان براتون بندازم تو چارچوب. اولا هنر نزد ایرانیان است و بس. این رو بهتون بگم. من شنیده بودم ولی ندیده بودم. رفتم دیدم یک مجسمه از حضرت فردوسی در روم زدن، شکیل، بلند، قدی، 15 تا بادیگارد داره. این مجسمه از کشورها میان عکس میگیرن، فیلم میگیرن از مجسمه حضرت فردوسی و از کتابش هم به نفع استفاده دارن میکنن. این نمایش‌هایی که میره رو اجرا اکثرش از شاهنامه است. این انگشت‌نگاری به پایش کی گذاشت؟ یه نفر بگو. کی گذاشت؟ یک ایرانی به نام اندریمان. این یک. دو، اول کسی که در آسمون کی بود؟ کیکاووس با 4 تا عقاب رفت بالا. این دو.
اولین سزارین هم که در ایران شد که رومیا به نام خودتون ثبت کردن، ما ثبت نکردیم. و اینه بدونید فرهنگ ما غنی، ما دارای 400 فیلسوفی، افشین، مازیار، بابک، ابو مسلم، وقت ندارم براتون بگم. حالا لطف کنین یه شعر میخونم میرم سر داستان، ببینم اگر سینه کمکم کنه. من این موهام آب اکسیژن زدم حالا من یه قطعه کوچیک براتون میخونم میرم سر داستان. اما این قطعه چیه؟ عرفا گفتن گوهر از دهان سگ افتاد بعد آب بکش به جیبه. حالا این قطعه که بنده میگم اون کلمات رو شما دقت کنید. شتر و قوچ و گاو مست و جوان میگذاشتن کنار آب روان رفتن تفریح. در لب آب دسته ی علفی شسته رفته تمیز یافتند و زدن هر سه صفی. شتره گفت این علف من میخورم، گاوه گفت با شاخام شکم تو پاره میکنه. گوشه دید دعوا میشه، گفت دعوا نکنید، تاریخ میاریم جلو، هر کی تاریخ عمرش بهتره بیشتره این علف مال اون. قبوله؟ گفتن قبوله. گو اول من تاریخم رو بگم. گفتن بگو. قوچ گفتا که عمر من بیش است، سته‌ای هم زل زدم به علفه، چون که تاریخم از شما بیش است. اون زمانی که شد جناب خلیل مستعد بر ذبح اسماعیل، جبرئیل آمد و 2 قوچ آورد. اون یکی را بکشت دیگر بعد. این منم مانده ام ز عهد قدیم، یادگارم ز عهد ابراهیم. دیدن عجب تاریخی سندم داره کتاب آسمانی. حالا گاوه گفت من میگه گاو گفتا که چون به امر خدا خلق شد آدم صفی الله، چون به دنیا فتاد حضرت او از بهشت انداختنشون بیرون، من دادم شکم از زراعت او. آخه آدم 40 سال زراعت کرد، همین که گاوه داشت حرف میزد شتره رفت تو فکر. من چی بگم؟ من که تاریخی ندارم بگم. سخن گاو مانده بود به جا که علف را شتر رو بود از جا. سر خود در هوا حواله نمود، اون علف را شتر نواله نمود. گفت من بچه سال و نادانم، علم و تاریخ را نمیدانم. یعنی اونجا که پای زور بود دست حق و حساب دور بود. هر که شمشیر او برنده تر است، مرغ اقبال او پرنده تر است. به نام جهان داور دادگر که از او گشت پیدا به گیتی هنر. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. خداوند هست و خداوند نیست، همه بندگانی ما ایزد یکیست. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. عقد جواهر سخن کهن. بیژن با گرگین میخوان برن به جنگ گراز، نشستن گردان و گردن کشون، چو بهرام و چون گیو آزادگان، چه رهام و چون اشکش تیغزن. گرازه که با افسر انجمن از این راست به چپ، گرد و گردن کش نشسته، ز پرده بیامد یکی پرده دار. اومد به خسرو و قربان در بیشه ارمانیون. گراز آمد اکنون فزون از 1000، گرفته همه بیشه با مرغزار. گرازها زراعت ما رو از بین میبرند، به داد ما برس که خسرو دست. پهلوانون امیرون اجازه بدیم بندازم تو چارچوب. یه نفر بره با این گرازها بجنگه، کس از نامداران پاسخ نداد مگر بیژن گیو فرخ نژاد. پاشد گفت من میرم. که بیژن چنین گفت گیو از کران نگه کرد اون کارش آمد گران. به بیژن گفت نریا گرازم
خسرو گفت چرا نمیذاری بره؟ گفت پدر من پسر تو هم، منم بیژن گیو لشگر شکن. خسرو گفت بذاریم بره. گنجور یک بشقاب یاقوت و سرخ داشتن وسط. خسرو گفت بردار، به گرگین گوین همراهی کن، درست دقت کنی اینا اومدن. گرازها رو بیژن زد، گرگین رفت قایم شد. به بیژن گفت تو برداشتی گوهر و سیم و زر، تو بستی من این رز گهرا کمر. من گراز ببینم زهرم میگه تردق، به من مربوط نیست. این تو و این گرازها. بیژن نگاه تو بیشه کرد، دامن از زد به شیخ الله به کمر. اول دستش رفت به دسته گرز، گراز اول رکوی تو سر، دومی بست تو کمر، چهارمی پنجمی از پشت یه گراز حمله کرد. گرازی آمد تو اهریمنا، زره را بدر رید بر بیژنا. بیژن برگشت با خنجر، گذاشت تو شکمش سرش لبرید. گفت این کادو میبرم پایتخت، گردان گردن کشون بدونن گیف چه پسری داره. خب حالا گرگین اومد، حالمون خسته نباشید، داره مشتمالش بود. بارکالله خیلی خوشم اومد، اما میخوام این خستگی از تنت بره بیرون. بیژن گفت چی میگی تو؟ گفت از اینجا اگه ما زود حرکت کنیم برسیم لب مرز، یه شکارگاهیه، این جشنگاه متعلق به دختر افراسیاب به نام منیژه است. اگر ببینید زانوات میلرزه، دخترای تورانی اطرافش، می و رود و رامشگران، ساقیان سیمتا، دف و چنگ و نی. بریم یه تیری از عزا در بیاریم که گرگین چنین گفت بیژن جوان، به جان بیردشان گوهر و پهلوان. هنگ اسب کشید، حرید به گرده اسب، با گرگین به سمت شکارگاه. وقتی رسید چشم بیژن افتاد، دید اینجا بهشته. صدای چهچه بلبل، بوی عطر گل، آب تو جو مانند الماس. که از اسب یاده شد، دقت کنید این انگشت انداخت به دهنه اسب، همین که داره نگاه میکنه از تو چادر مخمل بنفش چشم منیژه افتاد به بیژن. و بیژن یک نگاه به اون چادر کرد، چشمش افتاد به یه دختر گیسوان مثل آبشار طلا. بنا کرد لرزیدن، این که تو داری قیامت هست نخواهد. منیژه به یکی از ندیمه ها گفت میبینی؟ گفت آره. گفت برو به اون جوون بگو دختر امپراتور منیژه میخواد ببینته. ندیمه ها اومد پیش بیژن، گفت تو سیاوشی یا پریزادی؟ گفت سیاوش نیم. نی پریزادگم، از ایرانم از شهر آزادگم، آمدم به نبرد گراز. در سیکیا دختر امپراتور تو رو خواسته، کور خدا چی میخواد؟ دو تا چشم زل و بینا. بیژن به این طریق حرکت کرد، گفت از اون بر منیژه این قد و قامت رو نگاه میکنه، تیری از آن خنفه دلبود شست، آمد و بر سینه اون بر نشست، هر دلا گرفتار شد. منیژه به بیژن گفت بیا برای خستگی را این چادر بنشین، یکی دو جام می بخور، خستگی از بدن بره بیرون. بیژن هم مستقیم دهنه اسب بل کرد و اومد نشست، بیا اومد بدون کرسی زر نشست، یکی جام پرمی به دادش به دست. اون دستهای منیژه، این چاقهای منیژه جام به تعارف بیژن کرد، گرفت، گفت طاق ابروی دختر امپراتور، ریخت تو خندق بلا، یک جامم خودش هر کشید. 3 روز و 3 شب شاد بوده به هم، 3 روز و 3 شب گفتن خندیدن جام خوردن. اما منیژه بیژن روز سوم به منیژه گفت ببین من یه ایرانیم، اگر من برو با هم دیگه ببینم تکلیف من چیه؟
برای ما ایرانی ها ننگه، اگر اجازه میدی من برم. گفت از پیش من مرو که اگر نیم گام را رفتی دوباره باز نیایی دیگر نرا. کجا میخوایی بری؟ دل من برداشتی میخوایی بری؟ بیژن گفت تو هم دل من برداشتی نگه داشتی؟ همینطور به هم نگاه میکنن. گفت حالا که میخوایی بری یه کاری بکن. گفت چه کنم؟ گفت اینجا آخرم به سلامتی خودت و پدر و بستگان بخور که از آسین داروی هوشبر بیفتم در جام می چاوگم. داروی هوشی ریخت تو جام بیژن. بیژن گفت تاق ابرو لاجرعه سر کشید بیهوش، هوا داره گردومیش میشه. منیژه به اطرافیا گفت کسی متوجه نشه. گلی می آوردن. حالا در شاهنامه میگه چادر بزرگ اینش حال تاریک پیچیدن. دستور داد به ندیمه ها و غلام ها و نگهبانان که اطراف شگارگاه هستن. بیژن روی هوا گرگومیش برداشت برد تو کاخ خودش اونجا باش عشق بازی کنه. هر کسی را نتوان گفت صاحب نظر است. عشق بازی دگر و نفس پرستی دگر است. عشق از اول سرکش و خونی بود، هر که در اونیست بیرونی بود. عشق از معشوق اول سر زند تا به عاشق جلوه دیگر کند. عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است. کدام عشق؟ منیژه زره بیژن در آورد گذاشت اینجا، خنجرش گذاشت اینجا، سپرش گذاشت اینجا، لختش کرد یک پیراهن زیر تن بیژنه. حالا ضد دارو زد به بینیش. بیژن دست زد پشت. اینجا کجاست؟ اینجا کجاست؟ من اومدم اگر اطراف ما رو محاصره کنن تکلیف چیه؟ منیژه گفت آرام باش، اینجا در امن. دستور را بله رامشگرا آماده. دف و چنگ و نی را هم آواز کرد. ساقیان سیمسار جامه ها به چرخ دور بیژن و منیژه. بیژن گفت هر چی باد آباد دیگه، ما که دادیم دل و دیده به توفان بلا. گفت بیا سیل غم و خانه هوشیار ببر. هر چی باد آباد. بنا کرد با منیژه عشق بازی کردن. صدای دف و چنگ و نی به نگهبانان سپرده کسی متوجه نشه. گر سیرت داره میره دختر برادرشه ببینه. یه وقتی بله از اینجا صدا دف و چنگ و نمیاد. از سوراخ در نگاه کرد یک جوان ایرانی با دختر برادرش مشغول به عشق بازیه. به به اومد پیش امپراتور افراسیاب. برادر میدونی چه خبره؟ افراسیاب چه خبره؟ گفت دخترت با یک جوان ایرانی در کاخ مخصوص مشغول به عشق بازی. 80 عشق افراسیاب برکت شد. نگهبانان گفت رسید دم در با لگد چنان گذاشت شکم در چارچوب رفت اینور دور بیژن محاصره شد. افراسیاب گفت بی خرد ناجوان مرد در قصر دختر من. خب تو گر کوه آهن بودی یک سوار که مور اندر آیم گرد هزار. الان میگم که تکت کنم. میدونید بیژن چی گفت؟ امپراتور اگر شاه خواهد که بیند زمن دلیری و گردی بر انجمن. یکی اسب فرما و گرز گران ز ترکان گزین کن هزارون سرون و آورگرد از حد کارزار. اگر زنده مانن مردم مدا یه اسب به من بده با یک گرز. برای این که بدونی من بیگناهم بگو من رو ببندن. بیژن بس با زنجیر هتک و کوپالش بستن. خبر به گوش پیران رسید. پیران آمد ز افراسیاب گفت چه میخوایی بکنی؟ اگر ایرانی ها متوجه بشن خون از دماغ این آمده، خاک اینجا را با اسباب میکشن. گفت چه کنم؟
گفت بدش دست من، کاری میکنم یه طوری بمیره کیخسرو خبر نشه. گفت منیجه رو چه کنم؟ گفت منیجه دخترت خون زن شومه، نکشیش. طلا، جواهر، گردنبند، گوشواره، هر چه جواهرات داره ازش بگیر، از شهر بیرونشون، بخشنامه کن، هر کی به این کوچکترین حمیده بکنه گردنش میزنن. منیجه رو به این طریق از شهر بیرون کردن. حالا یک دختر امپراتور، دختر افراسیاب، دردانه، عزیز، جان افراسیاب از شهر بیرونش کردن. ایران اینه چه کنیم؟ کتف بسته. گفت اول یه چوبه دار بزنید، یه چوبه دار بزن وسط میدون، نگهبانان چپ و راست همه آماده، نیزه ها به دست، 12 نگهبان پشت سر بیژن. بیا چرا؟ بیژن کتف بسته دارن هلش میدن، جسارت میکنن. جمعیت ایها الناس، این رفته در شهرستان دختر امپراتور. وقتی از زیر پیلبند بیژن رد شد، این هلهله جمعیت دید، گفت یزدان آبروم رفت، عشقت آخر بدنم را به سر دار کشید، تن پاکم به سوی کوچه و بازار کشید. من کجا؟ یزدان پاک چه جواب بدن؟ هی هلش میدن، آوردنش بغل چوبه تیر، یه چوب بلند، تیر چوبی کاشتن، اینه بکشن به دار، هلش دادن، آوردنش بغل این چوب. در سیوز گفتار کنید آدم بی‌نزده و نونور و نامرد این مجلس ما نیست، همه جا هست. در سیوز گفتار کنید من که رو بیژن رو میخورم در کاخ مخصوص دختر برادر من میدید، گذاشت اینجا بیژن خون سرازی شد. گفت بیخرد وقت مادر، گفت وقت مادر گفت گرسی بست یزدان کیوان خدید، این بار نسبت به مادر من جسارت کنید. مثلا چه میکنید؟ آمد با پشت دست بزنه بعد مادر این پلی کرد. بیژن یک قوت زنجیرها رو پاره کرد، چوبه تیره گرفت. یزدان پاک اتم سنگ و ساروس کشیدش بیرون. گرسیوز آمد بگه چه میکنید؟ یک کشیده گذاشت تو گوش گرسیوز، هیدن گرسیوز با چوب افتاد تو شب. میچرخونه شیر را بچه همین ماند بگو، داره میزنه ایران دارید، ایران نقض متفکره، دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست. ایران دستور را اینه ببرید بیرون شهر در نظم و سیه‌چال، اون سنگی که اکران دید رستم رو بلند کرد، اون سنگ هم بلند کنن 17 نفر برن در اون نه. این از درست میگه همین طرف میشه میگیره کیخسرو خبر نمیشه. بیژن کتف و کوپال بسته آوردن بیرون شهر، انداختن تو نه. خب حالا منیژه چه میدونی نه کجا؟ پای برهنه این دستهای لطیف داره میدور. این نقم کجاست؟ این یه نفر داره کشاورزی میکنه. تو ببین این نقم و سیاه‌ها که یک جوان ایرانی رو انداختن توش، تو میدونی کجاست؟ حالا دقت کنید، یعنی یادگاری براتون بخونم. شنیدستم که مجنون دل افکار چه شد از مردن لیلی خبردار. گریبان چاک دادو تا به دام به سوی تربت لیلی شتابون. داره میدوه قبر لیلی رو پیدا کنه.
یه بچه وایساده سراغ قبر لیلی را از او جست کجاست؟ گفت برو بابا. پس اون کودک بخندید و بدو گفت چی گفت؟ گفت برو مجنون تو را در عشق بودی ز من که این تمنا می نمودی در این دشت و بیابان جستجو کن زهر خاکی کفی بردار و بو کن زهر خاکی که بوی عشق برخاست بدون که تربت لیلیت همونجاست. این دیگه هم ترسم به لبات رو بیاد در این تنولیجی چرت بینی رو دوشون یه جوانکی داشت میدن خونهشون کجاست؟ این یه دکون بقالیه اینجا این کوچه وقتی میری میپیشی اون تب اون بس خونه خود ایناست. گفت من که دارم میدم چیکار کنم این دختره رو سیر نگاهش کنم اصلا سرش حیات بیرون نمیاره. یه رفتی دختر خانم سرش در حیات کرده بیرون با دختر همسایه‌ای رو داره حرف میزنه نمیشد زل بزن نگاهش کنه که یه دوزاری در آورد انداخت تو تنکک بقالی گفت 2000 گردو بده. گردوها رو گرفت بنا کردن چی کردن چه چشایی داره چه ابرویی داره یعنی من دارم گردو میخورم گردوها رو خورد پوستش هم همونجا ریخت. گفت دیگه برم خونمون. اومد بره خونشون دید یه آقا پسر در خونشون تق و تق داره بادوم میشکنه آتیشی نگاه میکنه. اومد گفت آب پسر چرا پوست بادوما در خونه ما ریختی؟ گفت چرا پوست گردو در خونه دختر مردم ریختی؟ هر دست که دادی به همان دست گرفت. خب منیجه داره میاد لبش ها صدای ناله این جمعه آی 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 غمم غم همدمم غم نون غم به غیر از غم ندارم یار و همدم یزدان پاس اوسیدم. منیجه بی صدا میاد آی عزیزم عاشق دارم تو کرد چه برگ گل بودم خارم تو کردی چه برگ گل بودم به باغ بالا به خاک کوچه پامالم تو کردی. بیژن منیژه من در استرانسفورد داستانی دیدن من میخواستن بزنن گفتن دو تا مشکل بیاری که یکشی گفتن بردارن گذاشتن روی اون کردن شاه. بیژن عزیز منیژه برداشتم قربونت بدم به کجا افتاده غذای مونده از کاروان ساروان میرد پیدا میکرد خودش بو نمیکرد از اون بالا مینداخت پایین. این داستان یک ماه طول میکشه من جمعش کنم براتون. بیژن دوچار شدم میخله با خروش زد همین بیچاره موها بلند ناخونا بلند منیژه هم اطراف خودش میزنه غذا فهمیده کنه عرض کنیم از گرگیم یه خود خبر مالی سرش اینجا رسالت داد از مرز اومد اون وقت بیژن عزیز بیژن جوان ده بزن تو نکشی بیژن گرازا خوردنش خبر رو خسرو دادن گرگین رو بیاری از در آورد به مسئول رو گرگین بیژن به سکردی دوباره با گرازها جنگیدی اما از خوش یک گراز حمله کرد. بیژن رهت به این گفت گرگین بیژن کجاست؟ باز این جواب داد گفت فعلا ببرید زندان تا دستور اعدامش رو بدم قد قومت نجر آزاد باشد. قربان گرگین به من ببخشید با لباسم بدل میرم این جنگ صحیح و ساده میارم دستت میذارم به چه دلیلی نگفت ای خسرو گفت صبر کن بیامد بپوشید رومی قبال بایستاد در پیش یزدان به پای یکی جام بر کف نهاد و بدید در او 7 کشور همه بنگرید
سوی کشور گرگساران رسید، مرو را به دنچا بسته بدید. یکی دختری از نژاد کیان، ز بهر زواریش بسته میان. حمید کیخسرو بیژن سالمه، اما یه تو بنده. رستم گفت دردینه به من ببخش قربان، من میدم بیژن میارم با لباس مبدل طلا و جواهرات. رستم برداشت، با یک عده آمدن داخل مرز، رد کردن تو مرز. پیلان از اون بود داره میاد، رسیده به پیلان. رستم گفت اگه ما رو بشدن تو دیگم میکنن. خودش که کشید بالا، دستش رفت تو جیب، یه مشت جواهر گذاشت دست پیلان. گفت ما میخوام یه تجارت کنیم. گفت آزادی، بگن خلاص کنن کارا. اومدن تو بازار عبور جمعیت. رستم دید گفت علی سالا دید اومد به صاحب کارمسرا گفت اینجا رو اجاره میدی؟ آره. کرایه‌اش چقدره؟ گفت بردی 10 سکه. گفت باشه قبوله. از این طرف منیژه فهمید یک عده ایرانی آمدن از در کارمسرا آمد یا تو خدا باشی گفت آقا ایران اینجا گدایی نیست. رستم بگین گفت عروسی که نمیداره بیاد بالا. این اومد به یارو گفت کلی کارمسرا چنده؟ گفتم 10 سکه. یکیش گرفتش انداختش تو انبار در بازگرد رابطه رو رفت کنه. از این باین پله ها منیژه اومد بالا زانوز. شما ایرانی هستید نیامد در اینجا به ایران خلق نیایش نخواهم بودن کارگر کلیساره اینجا به شاه هم در است. اگر دیگه آیند شدن کار پس. رستم با لباس مبدل آمده دیگر و منیژه رو ببره، عروسیشون هم به جا انجام بده. ببینیم با افراسیاب چه میکنه. این داستان هم عشقیه، هم رزمیه، هم بزمی. اما به دلیل اینکه وقت ما همه انشاءالله را یک داستان در دیداری و عزت قریبتون خدا بکنه. نقالی مرشد پیراز که اگر 2 ساعت هم اینجا نقالی کنن باز کمه. بدرقه راه مرشد یه دست ایرانی قشنگ قسمه شده.